امروز یک مهمون ویژه داریم که البته چهرش و سبک کارش تو بحث‌های سیاسی برای همه آشناست. آقای موشکاف که همیشه با نکات نقضش هم اخبار و تحلیل‌های سیاسی رو برامون میگه و هم لبخند رو بهمون هدیه میکنه. اختیار دارین سال جان. بندم یکی از طرفداران پراپا قرص آفسایدم که زحمتشو شما میکشین، اما اجازه بده منم یه سلام بهارانه خدمت هموطنای عزیزم عرض کنم. روبراهین، به قول معروف دماغتون چاقه. امیدوارم سال جدید یک سال پر برکت و پر از قهقه و شادی باشه واسه همه. خب آقای موشکاف، نوروز هم رسید و خامنه‌ای دارن یه نفس راحت کشید دیگه، چون خیلی دنبال این بود که این بهمن و اسفند بگذره و نظامش سال 97 رو هم ببینه، نه؟ بابا مطمئنی نفس راحت کشید؟ فکر نکنم چون اوزی الان مردده، مونده چه غلطی بکنه. البته گزینه‌های زیادی نداره چون هیچ غلطی نمیتونه بکنه. از یه طرف میترسه که زمان بگذره و روزش فرا برسه و بچه‌های قیام بریزن سرش، از طرف دیگه دلش میخواد این روزای پر التهاب و هرچه سریعتر بگذرونه، ولی آخر روزای پر التهاب دیگه ای در انتظارش است. البته اگه یه دید بین المللی هم داشته باشی، هر روزی که به انتهای مهلت 120 روز نزدیک میشیم زهرخوری عظما هم نزدیکتر میشه. به خاطر همین عظما هم دوست داشت این بهمن و اسفند بگذره، هم دلش نمیخواست بگذره. کلن الان خود درگیری داره. خب آقای موشکاف، الان شما دو بحث رو مطرح کردید، هم بچه‌های قیام و تظاهرات سراسری در دیماه و ماه‌های بعدش و هم اوضاع بین‌المللی که در حول و حوش نظام شکل گرفته. به نظرتون کدوم یکی از این تحولات اصله؟ خامنه‌ای از کدومش بیشتر میترسه؟ به قول بچه‌های امروزی سوالت لایک داشت. حالا بذار ریپلای کنم واسه حرف خود خامنه رو که گفت دشمن خارجی روی مشکلات داخلی اثر میذاره. یعنی اعتراف میکنه که دشمن اصلی همین بچه‌های قیامن و مقاومت. تو قیام و مقاومت هم یه اصل وجود داره که بهش چی میگن؟ بهش میگن کس نخارد. کس نخارد پشت ما جز چی؟ جز ناخن انگشت ما. بله، بچه های قیام و کانونای شورشی اصل داستانن. موتور محرک مقاومت و کانونهای شورشی و بچه های قیام. شرایط بین المللی و جنگ و دعوای قدرت تو نظام شرایط چیه؟ کمکیه. تا یه سال پیش به نفع نظام بود، حالا تغییر کرده. به عبارت دیگه دنیا وقتی می جنبه که بچهای قیام می جنبن. جنگ و دعوای نظام وقتی بالا میگیره که بچهای قیام بیان کف خیابون عکس خامنه رو لگد کوب کنن، شعار مرگ بر عزی بدن. خب این حرف که خیلی درسته، اما خب بالاخره بعد از موج اعتراضات دیماه میشه گفت که الان این اعتراضات دیگه تموم شد. آمریکا هم که آخه تا جایی که میتونست حمایت کرد، از پیام‌های توییتری ترامپ گرفته تا بردن موضوع ایران به جلسه شورای امنیت توسط نیکی هیلی. حالا در ادامهش چی میشه به نظر شما؟ آیا خبری میشه؟ آیا جنب و جوشی شکل میگیره یا نه؟ ببین ساله جان، یکی از این روزنامه های نظام گویا روزنامه ایران بود که بعد از شروع قیام دیماه نوشته بود دیماه گذشته، بهمن کوچکی رو پشت سر گذاشتیم،
اگه نظام سیاسی در انتخاباش تجدید نظر نکنه بهمنهای عظیم تری رو تجربه خواهیم کرد. بله قراره یه بهمن درست حسابی بخوره تو ملاج نظام. میبینی خودشون در انتظار یه بهمن عظیم هستن. اما آقای موشکاف، خود خامنه ای اومد از مردم عذرخواهی کرد و به خودش گفت من حقیر. بعد هم به مردم حق داد که اعتراض بکنن، به بسیجیاش هم دلداری داد. اینا رو چطور تفسیر میکنید؟ آیا این موضوعات آتیش قیام رو سرد نمیکنه؟ ساله جان، عظمای فلک زده چاره دیگه ای نداره. دلش میخواد با این کارا آتیش قیامو سرد کنه. غافل که یک قدم عقب نشینی عظما یعنی جلو اومدن کی؟ بله جوونا، وضعیت عظما مثل نشستن رو ارس، نه راه پس نه راه پیش. حالا من یه سوال میکنم ازت، تو میدونی جوونا تو سال 96 چه اسمی رو بیشتر از همه تکرار کردن؟ آمارش داری؟ والا دقیق نمیدونم منظورتون چیه، ولی چه اسمی؟ جوونا تو سال 96 بیشتر از همه اسم خامنه ای رو به زبون آوردن. خود عظما هم فکرشو نمیکرد اینقدر معروف بشه، ولی خب معروفش کردن. خامنه ای؟ چرا؟ مگه همین نگفتیم که جوونا علیه خامنه ای هستن؟ پس چطور ازش اسم میبرن؟ ببین ساله جان، خب اسم خالی رو که نه، پیشوند و پسوندم داشت. مثلا شعار میدادن مرگ بر خامنه ای، شعار می نوشتن مرگ بر خامنه ای. حسابیشو بکن چقدر اسمشو تکرار کردن. بله، از این لحاظ که میگید درسته. در واقع یکی دیگه از نکات نقض آقای موشکافه. خب آقای موشکاف، هرچند سوال و بحث خیلی زیاده اما وقت برنامه‌مون هم داره به پایان میرسه. اگر جمله چیزی دارید بفرمایید که دیگه این گفتگو رو خلاصه کنیم. ببین ساله جان، اینطوری نمیشه. تا یه دفعه اوضاع و احوال داغ میشه تو میگی آقا آخر خطه. جمله آخرم رو به جووناست، با خصوص دهه 60ها، دهه 70ها، دهه 80ها که بدجوری نظام رو به وحشت انداختن. آهای جوونا، آستین بالا بزنین که پای نظام لب گوره. یه هول دیگه بدیم سرپایینی تیز و تندی داره. به قول معروف انکر منکر لحظه شماری میکنن. دمتون گرم، زنده باشین، زد زیاد. و خدا نگهدار شما آقای موشکاف.